درجه یکترین گوشته همه اینا گوشت فروشه. مغازه اینجا خیلی مشهوره، خوش‌طبع راست کوچه از اون خودشون سفارش. گوشت چی هست؟ گوسفند گوساله است؟ هم گوسفند هم گوساله کار. یه خالی گوسفند بدی اون میده مثلا خیلی. بله خالی گوساله بدی خوش میشه. پس کره کباباتون گوشت گوساله و گوسفند با همه بدون روغن، شاید اندازش کوچیک باشه باید شکلات نداره ولی دیگه کباب اصله، قاطماتی نداره. آتش‌نار می‌ذاریم. اره و گوجه فرنگیه که اول نون میره داخلش بعد اونم اضافه های نون بعد که کباب داخل کره هست ریحان میزنیم بعدش پیاز و سماق بعد لقمه‌اش می‌کنیم. بعد لقمه‌اش می‌کنیم. بعد میره داخل دربرش. که آخر سرم میره داخل توست. چرا تو توست میذارینش؟ که نونش خرد بشه. حالت کریسپی بشه. آره. فلفلشه کنارش دیروز 55 کیلو بود، ساعت 5:30 تموم شد دیگه. باریکلا. خب امروز هم 55 کیلو بوده؟ نه این امروز 45 کیلو. 45 کیلو. دیگه همون 55 کیلو و 45 کیلو با هم خواهر برادرن. آره. بعد چیه؟ اون مرغ یا گوشت یا مخلوطه؟ مرغ.
سینه مرغ. چی میگن به ترکی بهش؟ دونر. الان ساعت چنده؟ 7:30. چقدرش مونده؟ یک همین یه ذره. خدا رو شکر. همیشه از این هم کم پیدا آخه شما تا شب هستین؟ آره ساعت 9. خب این الان تموم بشه دیگه هیچی دیگه میگه نداریم یا میذاریم بازم؟ کوبیده داریم. کوبیده. جوجه داریم. اسم آیدی اینستام هم کینگ است. آها کینگ این که اونجا گذاشتی. آره. ببینم اینم آیدی اینستاگرامشونه به اسم کینگ خان شف. ببینید دوستان از استریت فودای درجه 1 توی تبریز. دونر 95 تومنه، کره دونر 120 تومنه، میکس دونر و کوبیده 205 تومنه. لای چه نونی میذاریم؟ باگت یا مثلا نونای محلی؟ نه دونر رو به باگت میذاریم. الان تموم شده باگت رو الان لواش میذاریم. لواش. بعد آدرس اینجا رو میشه بگید؟ بازار میدان شهدا بالاتر از پاساژ امیرکبیر روبروی اداره دارایی رستوران خانشهر.